یکی دیگه از متریالی که برای کار رزین شما احتیاج دارین که تهیه بکنید قالب‌های سیلیکونی هست که قالب‌های سیلیکونی دستساز داریم. قالب‌های سیلیکونی با ماده سیلیکون مات و یا به اصطلاح شفاف که بهش میگن قالب‌های وارداتی، با این عنوان ازش یاد میکنن. خوشبختانه یا متاسفانه این قالب‌ها قیمت بالایی دارن، بنابراین احتیاج داریم که با رعایت یک سری نکات عمرشون رو طولانی تر کنیم تا بیشتر بتونیم ازشون استفاده بکنیم. قالب سیلیکونی بهتون این امکان رو میده که با ترکیب رزین و هاردنر بتونید کلی بیس های مختلف رو تولید بکنید. ببینید مثل این طرح برگنجیری که از این قالب به دست اومده، حالا بعد بهتون یاد میدم که به صورت صاف باشه یا بتونیم گودش کنیم، مدل هاش مختلفه، ولی ببینید چه بافت زیبایی رو میتونید به وجود بیارین و خیلی وقتا میتونید حتی به این شیوه کار بکنید. میبینید یک سری رگه ها و بافت های خاص درش ایجاد شده. اینها به کمک قالب های سیلیکونی اتفاق میفته و رزین و هاردنر. اما یک نکته اینجا وجود داره و اون هم اینه که این قالب‌های سیلیکونی با دمای بالا واکنش نشون میدن و این دمای بالا باعث میشه که عمر قالب‌ها کم بشه و زودتر خراب بشه. حالا باید چیکار کنیم؟ برای اینکه عمر قالب‌هامون بیشتر بشه بهتره که از رزین رقیق استفاده بکنیم. رزین رقیق به خاطر اینکه اون عمل سخت شدن درش دیرتر اتفاق میفته، گرمای کمتری رو از خودش ساطع میکنه در مدت زمان طولانی تر و این باعث میشه که عمر قالب ما بالاتر بره. اما رزین غلیظ چون اون عمل سفت شدن سریع داره اتفاق میفته، به یک باره گرمای زیادی به قالب ما میده و عمر قالب ما رو کم میکنه. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برای ایجاد یه همچین بافت هایی که ما احتیاج داریم این رنگدونه ها داخل رزین حرکت بکنه و یه بافتی رو برامون به وجود بیاره مثل مرجانی، مثل رگه‌ای و اینا، بهتره که از رزین غلیظ استفاده بکنیم و خصوصا گل‌های سه‌بعدی. بنابراین ما ناچار هستیم که برای ایجاد یک سری بافت ها خواه ناخواه از رزین غلیظ استفاده بکنیم. اما میگم برای سایر تکنیک ها بهتره که از رزین رقیق استفاده بشه تا عمر قالبتون هم به حداکثر خودش برسه.